بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر تراوت صبح، ای نور یقین سلام بر تو، ای محور دین سلام بر تو. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. سلام امام زمانم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، بنده های خوب خدا، هم نفس یاد خدا، منتظران حضرت حجت ارواحنا له الفداء. کلتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید، ایام و لحظات به کامتون باشه. در کلاس انتظار یک جمعه که چه عرض کنم، حتی یک روزم من و شما لایک غیبت نداشته باشیم. فرشته های خدا هر روز جلوی اسم من و شما در این کلاس تیک حاضری بزنن و جزو زمین سازان ظهور امام زمانمون باشیم. به برکت کارهای خوبی که میکنیم، دعاهای قشنگی که میخونیم در هر روز، مخصوصا روزهای جمعه، یکی از دعاهایی که ما زمزمه میکنیم دعای عهد امام زمانه که ما از 3 هفته گذشته به کارشناسی استاد کفیل شروع کردیم. داریم با این دعا بیشتر و مضامین این دعا بیشتر آشنا میشیم. 8 گام رو فرمودن که این دعا داره. در گام دوم فعلا داریم سیر میکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و سلام عرض کنم خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دعای عهد، گام اولی که مطرح شده بود که خداشناسی. درست. به دنبالش اشاره شد که 5 صفت از امام اعظم سلام الله علیه در دعا ذکر شده. اولین وصف ولی بود که گفتیم وقتی به کسی میگیم او ولی منه یا تو ولی من هستی، یعنی نزدیکترین به من هستی. و اصلا مؤمنین انما المؤمنون اخوه، اصلا نشانه مؤمن بودن یه دل بودن، یه رنگ بودن، با هم بودنه. هر چقدر ایمانش بیشتر باشه میلش به دیگران بیشتره، این طبیعیه. خب امام هم ولی ما، نزدیکن به ما، هم پیشوای ما، هم هدایت کننده ما، دغدغه هدایت ما رو دارن. و 5مین وصفشون قائم به امرک، آمادن، مهیان. دعا نمیگه یقوم به امرک، میگه امام ایستاده است. امام الان مهیای فرجه. آخه امام اگه هدایت کننده است، اگر امام مهدیه، فقط به طور طبیعی شعار نمیده، اهل عمله. چجوری امام حسین علیه السلام و بدل محتته فکری هستن قضای باده که من الجهاله میدان آمدند، امام عصر هم دغدغه هدایت رو دارن. وقتی این گونه میگیم امام عصر صفت 5مشون اینه که قائم به امرن، یه جورایی به خودمونم داریم هشدار بدیم. من چی؟ منم ایستادم، منم مهیام. بخوام مثالی بزنم، یه موقعی بچه به پدر میگه منو برسونید مدرسه. بابا میگه خیلی خوب. بابا میاد دم در وای میسته، دخترم برسونمه. دختر خانم میاد مثلا رو سرش نکرده، مثلا کیفشو بر نداشته، میگه خب برو کیفتو بردار بیا. میره یه 40 دقیقه دیگه میاد. میره مثلا میگه الان که مثلا فلان چیز یادت رفته، میره 20 دقیقه دیگه میاد. بعد حالا شما تصور کنید، مثال دارم میزنم، این دختر خانم میگه آقا پسر، حالا به دختر خانم عزیز نکنم، بره بیاد. این پدر میگه من 1 ساعت اینجا ایستادم، نیم ساعت اینجا ایستادم، یا معطل تو هم. این تازه حالا میاد میگه دیرم شد. الان جواب معامل مدرسه رو چی بدم؟ شما تقصیر شماست. اصلا من دیرم شد، الان دیر میرسیم، شروع کنه تو ماشین به قول زدن. بابا میگه من مقصرم واقعا؟ تو آی میومدی و میرفتی، تو آی میومدی میگفتی بابا بریم، اما یه با کیفتو برداشته بودی، کتابتو برداشته بودی، نمیدونم مثلا فلان گیرو داشتی. عملا تای میرفتی و میومدی. ما آی میریم و میایم، به تعبیر یه ندبه میخونیم بین میکنیم موضوع رو، یه عهد میخونیم موضوع رها میکنیم. وقتی میگی امام ایستاده است،
نشین، آی نرو بیا، تو هم قدم بردار، تو هم تلاش کن. انصافا منتظر باید قائد نباشه، منتظر این صفت امام باید تو وجودش تجلی پیدا کنه و قائم باشه. انتظار با نشستن نمیشه، نمیشه. نه، تناسبی با امام نداره. امام که در حال قیام و امام در وصف امام داریم الجهجاه المجاهد، امام پرکارترین فرد عالم هستی امام حضرت جل الله تعالی فرجه شریف است. موقعی تصور میکنیم الان امام زمان گوشه نشستن فقط منتظرند که ظهورشون رخ بده، ندارن تلاش میکنن. امام در دوران غیبت هم پرکار، پرتلاش، حرکت میکنه. خود امام دارن عالم رو مدیریت میکنن، به سمت ظهور حرکت میدن. اما عملا چون جامعه آماده نیست، مثل امامان قبل سلام الله علیه، امامان ما تمامشون پرکار بودن. امامان ما فقط نماز نمیخوندن، فقط قرآن نمیخوندن، گرچه اونم کار مهمیه، خدا نکرده نمیخوام کم رنج، بله عبادته. اما اهل بیت واقعا اینجوری نبود، خوابی نداشتن، سرگرم دنیا نبودن. اما چی میشد حکومت نمی کردن؟ امام صادق پرکار، امام رضای پرکار، چی شده حاکم نشدن؟ جامعه همراه نبود. جامعه تعبیر چند هزار سر کلاس امام صادق می نشستن، اهل قیام نبودن. امام وقتی میخواد در مقابل دربار منصور دوانقی بیسته، فرمان لو کان لی بعد هذه الجدا ما وسعني القعود، من به تعداد این بزغاله ها یار داشتم، منم میستادم در مقابل منصور. یار ندارم، شاگرد دارم، جمعیت نشسته دارم. این جمعیت نشسته باید بپاخیزن، باید حرکت کنن. ما وقتی در مورد امام هست میگیم اول صبح این امام قائمه، یعنی منم باید بایستم. این ایستادن مرادم این نیست که الان مثلا نشستم پاشم، نه، یعنی تلاش کنم. حالا شما که برای بیننده زندگی فعال، زندگی فعال، زندگی پویا، زندگی پرتلاش. گاهی ما زندگیامون زندگی به طور طبیعی یه رخوته، یه سستیه، یه رکوده، یه تکراره. آره تکراره، همین منتظر این کلمه بودم. یعنی صبح تا شب هر روزمون رو بشماریم، تا شب یه سری کارا رو هی تکرار میکنیم، از خوردن و آشامیدن و مثلا سر کار رفتن و دوباره. حالا بعدش ضرورت زندگیه، بعدش چاره ای نیست، مسیر زندگیه. ولی گاهی ما عملا تو لهویاتمون داره طی میشه. بله انسان باید تلاش کنه، کار کنه، سر کار بره، خانم خونه. نه فقط ولی این نیست دیگه، حسی که میخواد اهله. اگر واقعش همینم نگاه توحیدی توش باشه اشکالی نداره. با نیت، یعنی عملا فرد الان مادریست واقعا داره کار خونه رو میکنه، گاهی میگه دارم تکرار میکنم، اما تکرار عبادته. آقایست میره سر کار، تکرار، اما تکرار عبادته. این اشکالی نداره، اینو هیچ کس هم نفی نکرده. زندگی صدیقه اطهر هم همین جور بوده سلام الله علیها. حضرت زهرا بچه داری میکردن، شوهر داری میکردن، خانه داری میکردن، امیرالمومنین به طور طبیعی نخل میکشتن، چاه میکندن، امام صادق زمین کشاورزی کار میکردن. دین منکر این فعالیت ها نیست، دین منکر لهویات. دین منکر اینه که انسان عمرش رو واقعا طی کنه همینجوری بدون هدف. به طور معمول بشینه پای گوشی مثلا 3 ساعت 4 ساعت، چه کرد؟ هیچی. داشتم مثلا ما تو زندگیمون این 5 صفت امام رو باید عملی کنیم تا پیوندمون محکم بشه. که تو گام دوم تبیین فرمودیم که امام شناسی. ما تو تربیت مهدوی، تو زندگی مهدوی باید امام رو بشناسیم. هرچه شناختمون نسبت به امام بیشتر شود، اتصالمون بهتر. این گام دوم بخش امام شناسی با توجه به کدوم فرازهای دعایی؟ اللهم بلغ مولانا، بلغ مولانا الامام الهادی المهدی القائم بامرک. این 5 صفتی است که از حضرت حجت ذکر شده. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. یه فاصله بگیریم و برگردیم و بریم سراغ بخش های بعدی دعای پرفیض عهد. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گام اول با توجه به مفاهیم دعای عهد در زندگی مهدوی، اینکه ما چجوری زندگیامون رو امام زمانی کنیم
که مورد رضایتشون قرار بگیریم، گام توحید و خداشناسی بود. گام دوم هم گام امام شناسی که 5 محور رو فرمودند. فکر میکنم میرسیم به گام سوم. تبیینش بشون. عن جمیع المؤمنین و المؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها، سهلها و جبلها، برها و برها. خیلی جملات قشنگی. وقتی سلام میدی به امام عصر، اول قبل از این که بگیم انی و عن والدیه، از طرف خودم و پدر و مادرم بگیم عن جمیع المؤمنین و المؤمنات. گام سوم تو زندگی مهدوی افق جهانیه. انسان منتظر خودگرا نیست. انسان منتظر به لحاظ جلوه خدایی که تو وجودشه، به خاطر خداگرا بودنش به خلق خدا توجه داره. این خیلی مهم. یه موقعی حضرت موسی به حضرت حق فرمودند که خدای اگه بیای زمین چیکار میکنی؟ اگه به تعبیری مثل ما بشی. خدا فرمود خدمت به خلقم. عجب. یعنی این خودش عبادت. حضرت موسی به خدا عرض کردن اگه بیای زمین چه میکنی مثل ما باشی؟ خدا فرمودن من خدمت به خلق. الله. ببینید این اصلا ثواب عبادت همه چی. ما تو دعای عهد میگیم انسان باید دگربین باشه. وقتی انسان بگه من امام زمانیم، به فکر همه افراد جامعه باید باشه. یعنی شما اول صبح دعای عهد میخوانی، اول از طرف مؤمن اروپایی سلام میدی، مؤمن آفریقایی، نمیدونم هر کسی که هر جای دنیاست، عن جمیع المؤمنین، مشارق الارض، مغاربها، سهلها، جبلها، هر جای دنیا که داره نفس میکشه. چقدر هم باید بلند نظر باشه، چقدر هم باید خودگرا نباشه. چقدر زیباست که انسان وقتی حرم میره اول به دیگران دعا کنه. در حالاتی که از عرفا میگن یه موقعی متوجه شد بازار آتیش گرفته. خب به هم ریخت، به سرعت به سمت بازار داشت میومد. کسی بهش گفت مغازه شما آتیش نگرفته. دلش خوش شد، گفت خدا رو شکر مغازه ما آتیش نگرفته. میگن تا آخر عمر استغفار میگن من از آتش نگرفتن مغازه خودم خوشحال شدم. خب بقیه چی؟ بقیه بازار که آتش گرفت چی؟ صاحب مغازه های دیگه چی؟ آدم بعض وقتا یه اتفاقی میفته، خب خدا رو شکر ما طوری نشدیم، خب خدا رو شکر من این بلا رو ندیدم، خدا رو شکر. این درست، اما بقیه چی؟ انسان وقتی اول صبح میگه عن جمیع المؤمنین، یعنی نگاهت به همسایه باشه. امام سجاد در دعای 26 صحیفه سجادیه حقوق همسایه رو بیان میکنن. انصافا عجیبه. وظایف انسان به دوست رو مطرح میکنن. به تعبیر امام دارن میگن قبل از این که او حاجتشو بگه تو باید مشکلشو بفهمی و مشکلشو رفع کنی. الله اکبر. خب اینا دینه. اگه ما دین رو اینجوری نگاه کنیم ما دیگه همه رو میبینیم. ما اجتماعی ترین دین دنیا رو ما داریم. انصافا. من یادمه یه موقعی خانمی تماس گرفته بود، یه گفتگویی، ایشون گفت من شوهرم از کار بیکار شد. اومد تو خونه گفت چی من امروز یه مار خوش آمد گفتن. ایشون گفت خیلی به هم ریختیم. نه خودش میشد به پدر و مادر بگه و نه من. یعنی عملا اونها هم نمیتونستن کمکی کنن. ایشون گفت که دوستای شوهرم متوجه شد که شوهرم خلاصه چی شده؟ بهش خوش آمدید گفتن. میگفتن نزدیک 1 سال حقوقشو نصف میکرد، نصف به حساب همسرم میریخت، نصف خودش برمیداشت. یعنی دقیقا این حالا تقصیر خودش بوده، خوش آمد گفتن، و تقصیر همسرم نبوده بود، اداره تعدیل کرده بود دیگه. ایشون میگفت همینجوری چند بار تکرار کرد تا نزدیک 1 سال ادامه داد، تا نزدیک 1 سال. گفتم خانم خب چرا ادامه نداد به تعبیری؟ چرا اینقدر شما این واژه رو تکرار میکنید؟ ایشون گفت بعد از 1 سال حدوداً تو سوریه به شهادت رسید. من اونجا این آیه رو یک کمی فهمیدم. رزق شهادت رو هر کسی نمیده. یعنی عملاً ان الله اشتری من المؤمنین باموالهم و انفسهم باموالهم و انفسهم. ببینید خدا یه زمینه‌ای رو فراهم میکنه، اول امتحانش رو میگیره. تو چند مرد حلاج؟ تو که میگی خدایا منو شهید کن، منو امام زمانی کن،
زندگی مهدوی باشه، همه وجودم وقف امام زمان. چقدر حاضری مایه بذاری؟ چقدر حاضر مایه بذاریم؟ ما اگر این ادبیات و ابذل نفسی و مالی و اهلی، این اگه تو وجود آدم آمد، این به ابی انت و امی به نفسی اگه تو وجود آدم آمد، نگاهش فرا میشه. ما تو دایه عهد واقعا از بچگی بچه‌مون یاد بگیره که تو زندگی دگربین باشه. ما حتی وقتی وارد ازدواج میشیم، ازدواج یعنی دگربینی. انسان خودگرا وقتی ازدواج میکنه همش دنبال منافع خودشه. آقایی که زن میگیره تو زندگی دنبال خودش میگرده، من از زندگی لذتی ببرم. هر موقع دید نظام زندگی شخصیش به هم خورده، دید اذیت شده، دعوا را میندازه. من دوست داشتم راحت باشم، دوست داشتم خوش باشم. دختر خانم میگه من ازدواج کردم تا راحت بشم، تا بهش میگن این کار رو انجام بده که زحمت داره، بی توجه رو بکن حرج داره. ما تنها دلیل نگم، مهمترین عامل اختلاف تو زندگی ها خودگرایی. انسان های خودگرا به شدت تنش دارن تو خانه و خانواده، با همه تنش دارن. بچه ها برای چی با پدر و مادر تعارض پیدا میکنن؟ برای چی این پدر به جنگ پدر و مادر میره؟ میگه من دنبال منافع شخصی ام. داشتم فکر می‌کردم الان دولت‌های خودگرا هم در دنیا با همه دعوا دارن. نه؟ بله. الان اصلا تمدن غرب خودگراییه. اومانیسم. عملا انسان محوری اساس ایسمای غربه. یعنی اونا تمام اندیشهشون خودم 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 خودم. یعنی آدمو درگیر ظلم، استکبار و استبداد میکنه خود برای منافع خود. آره دیگه. الان این بندگان خدا در فلسطین و غزه به خاطر همین داره این همه بهشون ظلم میشه، موشک باران و منافع شخص. ما تو اگر واقعا این گونه بزرگ بشیم و این صفت تو وجودمون زنده باشه که فراتر از خود بنگر. اهل بیت رو ببینیم سلام الله علیه، هیچ کدامشون خودگرا نبودن. چه کسانی تو مکتب اهل بیت بالا رفتند؟ همین حضرت موسی مبرقی که اینجا خدمتشون. اینا رو بنگریم تاریخشون رو. برای چیشون اومد ایران؟ خب میتونه زندگیشون ادامه بده. خب هجرت، غربت، سختی داره، حرج داره. حضرت عبدالعظیم حسنی رو بنگریم، بی خودی که صاحب حرم نشدن که حضرت معصومه میشد و برادر بزرگوارشون بفرمان من میخواهم مدینه بمانم، یه دختر جوان دوست دارم زندگیمو بکنم اینجا کنار قبر جدم رسول خدام، اینجا قبور امامان بقیه به تعبیری، زندگیمو میکنم. اما هجرت میکنه. چرا؟ چون خودگرا نیست. خدا جبران میکنه. والذین هاجروا و جاهدوا. ما تو زندگی واقعا باید با این واژه فاصله بگیریم، دعا میکنیم. حتی تو امور جزئی زندگیمون ما گاهی فقط توجهمون شده من فرزندم مدرسه خوبی بره خیلی خوبه، هر چی میخوای خرج بچت کن، اما بچه همسایه داره چیکار؟ ولی چند وقت پیش یه اتفاق مبارک چند روزه‌ای برای چندمین بار تکرار شد توی گوشه از دنیا، توی جاده‌ای به اسم طریق الحسین، که این اتفاقات مبارکی که در این روزها میفته ما رو امیدوار میکنه به این دگرخواهیه، به این دیگه خارج شدن از فضای فقط خود و فکر کردن این خود. زیبایی اربعین میدونید چیه؟ افراد خدمتی که میکنن دنبال سودش نیستن. یعنی به منی که اطعام میکنه، خدمت میکنه، دنبال نیست من براش کاری انجام بدم، دنبال نیست الان برا من قدم برداشت منم یه کاری براش انجام بدم منم جبران کنم. نه، بی منت و بی مزدش از کی میخواد؟ میگه با خدا معامله میکنم، با امام حسین معامله میکنم. انجام این مؤمنه و المؤمنات یعنی همین. یعنی اگه قدم برمیداری، اگه خدمت میکنی، اگه حرکت میکنی با امام طرف، با صلت از امام بگیر. الان برای چی من باید به مؤمن آفریقایی سلام کنم؟ اصلا اینو من میشناسمش. من برای چی باید بگم اللهم اغن کل فقیر؟
برای چی باید بگم اللهم اشفه کل جای؟ برای چی باید بگم؟ رد کل نمیدونم غریب. حک کل است. ببینید نگاه دارن بر آدم ایجاد میکنند که اصلا وقتی میخوای دعا کنی یا ان جمیع المؤمنین، همه رو ببین. وقتی میخوای دعا کنی یا به همه فقرای عالم بنگر. بعد اصلا میگن وقتی شما درگاه بزرگ و کریمی هستی دیگه چیز کوچیک خواستن که اصلا در شأن اون نیست. شما وقتی با خدا طرفی خب داری میخوای برای همه بخواه. برای همه. اون گونه شدن انسان رو بلند نظر میکنه. آدم بزرگ میشه. آدم وقتی حرکت هم میکنه حرکتش هم جهانی میشه. آدمی که دعاش جهانیه حرکتش هم جهانیه. آدمی که وقتی سلام به امام زمان میده میگه ان جمیع المؤمنین و المؤمنات، این دغدغه رو داره من چگونه باید دنیا رو با امام زمان رفیق کنم. من نسبت به مردم آفریقا مسئولم. من اگه توی کشور شیعی دارم زندگی میکنم، من اگر الحمدلله مطالب و معارف جدی بهم میرسه، من واقعا نسبت به اونا چیکار کردم؟ الان فضای مجازی فضای آماده است برای ارتباط. من واقعا چقدر کوشش کردم که موضوعی رو به اینا برسونم. من این خاطره رو بگم بفهم. و ببینید خیلی من برام جالب بود که از دوستان طلبه ایشون یه موقعی میگه من وقتی طلبه شدم متوجه شدم چین چند میلیون مسلمون داره. بعد از چند سالی که حوزه درس خونده بود و متوجه شدم فضای تبلیغی، یعنی کسی به تعبیری به فکر اینا نیست، حالا به تعبیر خودمون. ایشون میگه من شروع کردم چینی یاد گرفتم. خب زبان چینی واقعا خیلی سخت. ایشون میگه ما کلی چند سال زحمت کشیدیم و چینی یاد گرفتیم، مسلط و محاوره‌ای استاد شدیم، حالا میخوایم بریم چین. ایشون میگه خانومم طلاهاشو فروخت، پدرم هم کمک کرد، تونستم بلیط بگیرم برم چین. ایشون میگه من رفتم خودم به تعبیری با هزینه شخصی رفتم چین. اونجا متوجه شدم که اصلا تبلیغ ممنوعه، اصلا اجازه نمیدن، نه به اسلام به هیچ اهل کتاب. ایشون میگه من الان تو چین توی مجموعه ای دیدم اینا میل به زبان فارسی دارن، یه آموزشکده را انداختم به طور طبیعی آموزشکده زبان فارسی که از این طریق بخره. ببینید این نگاه. آره دیگه داشتم فکر کردم کسی که اینجوری با توجه این سلام ها رو میده، تعبیر شما مسئول مردم آفریقا هم خودش رو میدونه، چین هم خودش رو میدونه، دیگه اون وقت جوری نمیشه که همسایه بغلی دیوار به دیوارش چند وقته که داره گرسنه سر به بالین میذاره شبها اصلا خبر نداره ازش. گرسنگی جسمی طرف، گرسنگی معنوی، گرسنگی روحی و فکری و معنوی. یعنی عملا آدم اینجوری دغدغه‌اش این میشه که حداقل میگه نکنه من چشیدم با امام زمان رو نچشانم. پناه بر خدا. خیلی ممنونم استاد. انشاءالله هفته آتی به شرط توفیق و حیات این بحث رو ادامه خواهیم داد. محضر استاد کفیل هست. اوامر ندارین؟ سلامت باشید. خیلی ممنونم. التماس دعا. یا حق. خداحافظ.